آیا دوست داری حقیقت رو درباره تعمید گرفتن عیسی مسیح بشنوی؟ پس با من همراه شو. وقتی عیسی مسیح حدود 30 سال داشت، فردی به نام یحیی در بیابان یهودیه ظاهر شد. او مردم را به توبه فرا می‌خواند و می‌گفت توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. خبر پیام او در سراسر یهودیه پیچیده بود و مردم از شهرها و روستاهای دور و نزدیک، از اورشلیم تا کناره‌های رود اردن، راهی بیابان می‌شدند تا سخنان او را بشنوند. انبوه جمعیت در کنار رود ایستاده بودند، برخی گریان، برخی مشتاق و برخی در سکوت عمیق. یحیی تک تک آنان را در آب‌های اردن تعمید می‌داد. آنان با اعتراف به گناهان خود در آب فرو می رفتند و با امیدی تازه سر از آب بیرون می آوردند. از همین روزهای شلوغ روزی رسید که چهره‌ای متفاوت نزدیک شد. مردی آرام با قدم‌های مطمئن از ناصره جلیل آمده بود. جمعیت راه را برای او باز کردند. او عیسی بود. یحیی وقتی چشمش به او افتاد مکث کرد. نگاهش پر از شناخت درونی بود. عیسی نزدیک شد و آرام گفت میخواهم تعمید بگیرم. یحیی با فروتنی پاسخ داد من باید از تو تعمید بگیرم و تو نزد من میآیی؟ اما عیسی فرمود بگذار اکنون چنین شود، زیرا اینگونه شایسته است تا عدالت خدا کامل گردد. و یحیی پذیرفت. عیسی وارد آب شد. یحیی دستش را بر شانه او گذاشت و او را در آبهای رود اردن فرو برد. هنگامی که عیسی از آب بالا آمد، آسمان گشوده شد. نوری درخشان از میان ابرها فرو ریخت. در همان لحظه روح خدا به شکل کبوتری سفید از آسمان پایین آمد، بالهایش در نور می درخشیدند و بر شانه عیسی قرار گرفت. و آنگاه صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. همه جمعیت در سکوت و شگفتی ایستاده بودند. یحیی سرش را با احترام خم کرد و اینگونه خدمت زمینی عیسی با نشانی آشکار و تایید آسمانی آغاز شد.